صحیفه‌های تاریخ تئاتر تاجیک پر از حادثه‌های عجیب است. اگر به تشکل تئاتر کسبی تاجیک نظر افکنیم، حتما سیمای حمید مخمودوف پیش نظر می آید. شاید اکثریت پرسان شوند حمید مخمودوف کی بود و چه نقشی در ساحه تئاتر کشور بازیده است؟ حمید مخمودوف از زمره شخصیت‌های بزرگی است که در تشکل تئاتر کسبی تاجیک خیلی سهم بزرگ گذاشته است. طوری که از زندگی نامه حمید مخمودوف معلوم می شود، او اصلا از خانواده ثروتمند بود و همه امکانات ها داشت و می توانست که با تجارت مشغول شود، با بازرگانی مشغول شود. ولی او چون دلداده هنر بود و خواست که در هنر سهم خود را گذارد و بخصوص برای تشکل و پیشرفت تئاتر کسبی تاجیک سهمی گذارد. این کس در تاجیکستان ما تئاتر کسبی را تشکیل کردن و این شخص بسیار آدمی نادر و سهمشان در بنیاد فرهنگ نو نهایت بزرگ می باشد. حمید مخمودوف در عائله عملداری معروف بخارا سید محمود ترکچی به دنیا آمده است. چون پدر با علوم عقلی و فلسفی میل داشت، میخواست پسر را از پیش برد و به کارهای دولتداری راهنمون سازد. از این خاطر با آموزش حمید اهمیتی جدی میداد. پدرش محمود ترکچی بسیار آدم دانشمند، مدنیتشان خیلی بلند بود. اون کس بسیار زبانها را از یاد میدانستند. زبان فارسی، عربی، زبان حتی روسی را از خود کرده بودند. چندین بارها در هر خیل دولت‌های خارجه، عربستان، افغانستان، ایران، مسکو و پترزبورگ با واسطه کارشان به سفر برآمده بودند. سال 1915 محمود ترکچی به طرفهای قزان سفر کرد. همراهش پسر 15 ساله حمید را گرفته برد. حمید 15 ساله در شهر قزان بار اول به تئاتر قدم رنجه فرمود و در آنجا روزانه سپکتاکل رسلان و لودمیلا را تماشا کرد. این نخستین قدم حمید در تئاتر بود. چی بودن تئاتر را وی نمیفهمید، لیکن در پیش نظرش یک دنیای تماما حیرت انگیز به وجود آمد. لیکن پدرشون، یعنی که بابای من خواجه سید محمودی ترکچی برعکس زید بودن چون که از بس که کسب اون کس شناخته بود. همه اون وقت اون دوره خودتون میدونید که کسب اگر هنرمند میگرفت بسیار عذاب میدادن، تشناب میدادن، میگفتن که انا پسرت ارتیست شدگی، این چه خیر گفته. هم خیلی گپو میرسید. از برای همین اون کس همین با جمعین کس که پدرشون راضی نبودن، پدرمو همچون مخلص خداشون سنجیدن، همین راه کتی رو بات رفتن. برای اینکه سوادش بلندتر گردد حمید را به مکتب روسی دادن. بدوران در مکتب روسی وی تحصیل مکمل گرفت و زبان روسی را خیلی خوبتر از خود کرد. من برای همین وقتی که وی در استودیوی ازبکی خانه معارف بخارا در مسکو تحصیل می نمود، در این وقت روسی دانی و به کار سبب شد. تئاتر وختانگوف این یک جای پیشرفتی همون صحنه تئاتر بوده، چون که یک مکتب کلان بود، مکتب روسی. از برای همین اون کس همونجا مشغول شده. یک گروه 24 نفر از بخارای شریف و از دو جای برفتگی بودن، روان کردگی بودن، هم شهر باکو هم شهر مسکو. اون وقت تئاتر وختانگو وجود نداشت. اون وقت فقط استودیوی به نام وختانگو وجود داشت که سال 1922
این استودیا یک سپکتاکل تاریخی عالی‌جناب نشان داد که نام وی ملکه ترانداز. گفتم ممکن که این کس شخصیتی وقتی که همون تئاتر با کوکادگی شنبه البته اونجا آدمای بسیار مشهور دیدن. بعد امکانیت بسیار وسیع‌تر بود از بخارا یا که دیگر یا که سمرقند گوییم دیگر شهرها. از برامین اون کس شب آغاز کردی بعد همین کار کردی مشغول شدن. وی همچون ترجمان حتی کار میکرد. معلم‌ها با وی میچسبیدند. محمود درس ما رو ترجمه کرده، درس ما رو به رفیق خانت فهمان. حتی در وقت تیاری سپکتاکل های ختمی وی را استفاده می بردن. پس از جمهوری اتفاقی شدن تاجیکستان، مسئله تشکیل تئاتر ملی و جلب متخصصان می ایستاد. مبلغ جدا کردند، اما برای تشکیل کار اساسگذاری یافته نتوانستند. میدانستند که در تئاتر به نام حمزه ازبکی شهر تاشکند یک گروه تاجیکان کار میکنند. دعوت حمید محمودوف 29 ساله به استالین آباد عین مدعا بود و این جوان به خواهش دل آمد. با آنجا آدم فرستاندند و در همانجا حمید محمودوف را انتخاب نموده با وی مصلحت کردند که به دوشنبه برگردد و در همین جا تئاتر نخستین ملی را تشکیل دهد. حمید محمودوف راضی شد. همین طور با اویلش کوچیده آمد و برای تأسیس تئاتر تاجیک کمر بست. البته در آغاز دشواری‌های زیادی بودند، اما میل و رغبت جوانی هنرمند سدی مشکل‌ها می‌شدند. و تابستان سال 1929 برای تشکیل نمودن تئاتر تاجیک این جوان مستحکم کمر بست. لیکن در جای خالی چخیل تشکیل میکند تئاتر را؟ نه یگان تا مکتب اکتیاری هست، نه خودی اکتیار یافته می شود. چون که اینجا استالین آباد یک قشلاقچه، یک دیهه خردکک بود. آدمش نهایت کم بود. برای همین تشکیل کردن دسته نهایت کاری دشوار بود. یک دسته خرد خودفعالیتی در نزد بتالیون تیراندازی کوهی کار میکرد. خیلی از آنجا یک 2-3 نفر انتخاب نمودن و با همین عذاب 7 نوامبر سال 29 در استالین آباد در خانه دهقانها تئاتر ملی ما کار خود را آغاز نمود. اون وقت سال 29 وقتی که تئاتر تشکیل شدگیش با اینا فقط 11 نفر بودن. یعنی که تئاتر کاسپی سرشدگی از 11 نفری که اشتراک کردگی بودن. همون یکم نمایشنامه‌ای که آقای نشان دادگی 7 نوامبر سال 1929 با بعد خوشبختی ما رسیدیم همون روز با که همین روزی تشکیل کننده تئاتر کاسپی تاجیک. این تئاتر نخستین پرده خودش را با کنسرت آغاز نمود. سپس نمایشنامه‌های خرد تهیه گردیدند. اولین نمایشنامه نوروز و گلچهره نام داشت. از بس که این در ژانر درامای موسیقی نوشته شدگی بود، قهرمان ها می سراییدند. این هم بسیار مهم بود، چون که با واسطه موسیقی تماشابین را به تئاتر جلب نمودن لازم بود. من همین طور آهسته آهسته در تئاتر در موسم اول پیسه های یک پردگی و مثل سنگین بوی و مثل حیات نو ایشان فریبگر من همین خیلی اثرها پیدا شدم. در نزد حمید محمود وظیفه جلب متخصصان، حل مشکلات تکنیکی و معیشی، آرایش صحنه و غیره می ایستادند. مهمترین مسئله جستجوی هنرپیشگان مطربان بود که به آنها آفریدن نمایش غیر امکان است. از بس که اون کس زبانی تاجیکی نظم می‌دونستند، روسیه فعالیتشون بسیار بلند بود.
медонистан аз бура ҳамин ё ба ин қадарам қин набуд ҳамин кора пешбарӣ ҳамина корба ин қадарам қингарӣ набуд. лекин қингарӣ як сабаб буд ки он кас ба ғайр аз он кас ягон мутахассис набуд инҷа шаҳри Сталинобод ба он вақто. аз барои ин ё маҷбур шудану аз қишлоқҳои дигар аз шаҳрҳои дигар аз Конибодон мисол аз Хуҷанд аз Самарқанд аз Бухоро таклиф карданд одамое ки фаъолияташон баланд буд соҳаи театр кати санъат кати яъне ки اساساً سالهای 31 32 33 من همین سالها حامد محمودوف یک دسته مستحکم تئاتری به وجود آورد. از بس که در اطراف استالیناباد در دهه‌های آن بازنگران یافت نشدند و مجبور بود که به شهرهای کلان باستانی بخارا و سمرقند مراجعت کند، چون این شهرهای کلان این عصرهای عصر در این شهرها عنعنه‌های خلقی وجود داشتند. هنرمندان ماهر را جمع آورد و توانست یک دسته خوبی هنری تئاتری را به وجود آورد. در جایی که نه دراماتورگی هست و نه اسباب و انجام و نه لباس، تئاتر ساختن بسیار کار دشوار بود. خصوصا برای تئاتر البته دراماتورگی در کار، یعنی اثر صحنوی لازم. حامد محمودوف مجبور بود که به اداره های گزیته روزنامه براره مراجعت کنه، چون که در آنجا ادیبان کار میکردن. همین طور وی با یک چند ادیبان تاجیک شناس شد و از آنها التماس میکرد که برای تئاتر پیس نویسند، لیکن آنها درباره دراماتورگی تصور هم نداشتند. حامد محمودوف میفهماند که برای ساختن پیس یک موضوع در کار. همینطور حیات تئاتری تاجیکستان با تلاش‌های حامد محمودوف پیش رفت. حامد محمودوف سالهای 30، 31، 32، 33 یک دسته مستحکم ساخته توانست. بعد آهسته آهسته دسته نخستین تئاتر ملی تا به درجه تا به 40-45 نفر رسید. در بین آنها اگر یک دو سه کس معلومات مخصوص تئاتری داشته باشد، اکثرشان معلومات نداشتند، لیکن آنها در زیر تربیه حامد محمودوف آنها بسیار چیزها را از خود کردند. متخصصان تا حال ملکه ترانداد را که در زمان دشوار روی صحنه تاجیک آمد از بهترین نمایشنامه‌های حامد محمودوف می‌دانند. ملکه ترانداد وقتی که در صحنه ما نشان داد، اکتورها همه جوان بودن البته آن سالها، لیکن آنها به این اثر محبت پیدا کردند. از بس که وقتاً اصولهای شرطی را به کار بردگی بود، حامد محمودوف هم کوشش کرد که اکتورها در صحنه نه مثل دیگر سپکتاکل ها ریش های حقیقی باید در بدن در تنشان چسبانند، یا اینکه سله بندند، یا اینکه تاقی پوشند. خب آنها در سرشان طبق را به جای کلاه می پوشیدند. خب ریش را به جای نشان دادن مثل پلاتنس، یعنی روی پاکونک خب اویزان می نمودند. من همین طور یک قطار اسلوب های شرطی در این سپکتاکل استفاده برده شدگی بود. دیرتر حامد محمودوف را به شهر خوجند برای تشکیل نمودن تئاتر دوم روان کردند. در آنجا هم کارهای زیادی را به سامان رساند. ولی حادثه های ناخوشی سالهای 30 عصر گذشته به خاندان آنها نیز تأثیر کرد. برایش لازم آمد که چون پسر دشمنی خلق تاجیکستان را ترک کند. پدرشان را که عملدار دربار بودند به حبس گرفتند و حامد محمودوف از خودشان خیلی خوف بردند. چندین سال آن کس از تئاتر دور شدند
و در دیگر شهرهای ازبکستان کار کردند و ما من همین نخستین تشکیلاتچی خیلی ماهر تئاتر تاجیک را بای دادیم. سال 1935 بابای من خوجی سعید محمود ترکچی اون کس که با زبان روسی گیم رپرسی و غلطیدگی بودن. خیلی آدمی عملدار بودن. بخورابر آدمی شناس بودن اون وقت و از برامین البته بعدی همین واقعه روی دادگیشون با از پسی پدرم مادرم 35 سال وایو مجبور شدن و از اینجا کوچیده برفتن. سال 35 بخورابا کار کردن و یک وقت بعد شهر قرشیبه. سپس حمید محمودوف را باز به تاجیکستان دعوت کردند. متاسفانه بعضی سبب‌های دیگر نتوانستند که بر رونق کاری حمید محمودوف مساعدت کنند. سال 45 از نو آن کس را تئاتر دعوت کرد، لیکن باز یک بدبختی روی داد. وقتی که تئاتر به طرفهای ازبکستان به سفر ایجادی قدم رنجه فرموده بود، در پایست یک سوختاری به وجود می آید و در این سوختار قریب 60% آرایش هتل و بعضی اسپکتاکل های دیگر سوختند. این ناآمدی ها به کار حمید محمودوف که همچون دیرکتر دعوت شدگی بودن خلل رساندن. یعنی خودشان بعد از تئاتر پای کندند و با کارهای دیگر مشغول شدند و ما اساسگذار تئاتر تاجیک خود را نگاه داشتن نتوانستیم. من نمیخواهم گفتن که اون کسا مجبور کنندن که از تئاتر بروند، لیکن گرد و اطراف بسیار میجینگ بود. تو سال 53 انیق آدمایی که رپرسی غلطیدگی بودند از قفاشون دویم گپ میبرومد. از برایم وایو خواهید نخواهید برفتن از این صنعت گفته گوری از صنعت تئاتر. البته هیچگاه نمیخواست که از صنعت دور شود، از هنر دور شود، زیرا هنر در دلی او در مغز جان او وجود داشت. ولی اون سالهایی که بر ضد او بسیار کارها برده شد، او را حتی فرزندی شخصی که برای جمعیت اون وقت نوضرور، یعنی از بس که پدر ثروتمند و ملا اینا بود، دانشمند بود، عیبدار میکردن و کار به درجه رسید که او را از تماما همچون عنصر نالازم از هنری صنعت کسبی دور کردن. او را هیچگاه اختیاری نرفته است. او را مجبور کردن و دیگر به صحنه هنر راه ندادن. او مجبور شد که به کارهای کشاورزی مشغول شود، ولی در همون جا هم او همیشه در یاد هنر بود، در یاد صنعت بود و همیشه میخواست که برای صنعت کسبی تاجیک خدمت کنه. لیکن سهم آن کس در بنیاد تئاتر ملی ما بسیار هم کلان می باشد و هیچگاه نباید فراموش شود. هنگام تهیه نمایش به وبسایت مخصوص با دیزاین زیبا و مجموعه ها دایر به فعالیت این شخصیت شناخته واخوردیم. عیان همان گشت که همه این با تشبس پسر حمید محمودوف بهادر محمودوف مرتب شدند. خب بسیار خوب است که فرزند حمید محمودوف بهادر محمودوف یک انجمنی تشکیل کرد، یک محفلی تشکیل کرد و من بدانم که خیلی اون هم عذاب زیادی کشید برای تشکیل کردن این محفل و توانست که مواد زیادی رو جمع آورد و یک بایگانی هم تشکیل کرده است، موزیم تشکیل کرده است که به نام حمید محمودوف است و اولین بار او کتاب چاپ کرد برای خدمت‌های حمید محمودوف، کارهای زیادی انجام داد. این با زبان روسی خیلی من گفتم این призвание моё было. یعنی که این باید باشد که خواهید نخواهید باشد که من همین کار باید باشد که اجرا میکردم. این هم قرض فرزند، هم از جهت اگر تاریخ گویم، این هم یک نقشه میگویم یکی یگان چیزی که باید باشد که جای من با ممکن دیگر هم همین کار میکرد البته، لیکن دور و دراز میشد این کار.
аз бас ки ман ҳамчун фарзанд он каса нақс мешинохтам, ман бояд бошад ки ҳамин кора метезондам. баъд ман ба ин масъалаҳо ҳатто таърихчиён боварӣ мекарданд аз бас ки дасти мо ба ҳамун мавод буд. яъне ки мо ҳамун вақте ки нишондодагимо ҳам китоб, ҳам маҷалла, ҳам рӯзнома, ҳам суратҳое ки аз архив баровардагиён ба дуруст ин масъала тезтар ҳал шуд. امروز با افتخار حمید محمودов در بینای تئاترهای روسی به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه و تئاتر موسیقی مسکوی به نام کمال خوجندی شهر خوجند لوحه یادگاری گذاشته شده است. خدمت‌هایش را در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان ارج می‌گذارند. شایسته‌ترین خدمتش بنیاد گذاشتن به تئاتر کسبی تاجیک ابداً باقی خواهد ماند. میکنه توبه برای چی توبه میگویی؟ بابای دیکن پیش شده است کو تا که با میوه میدهد اوزینده است یا نه؟ بچه به عقل دیگر این سخنت را تکرار نکن. برای چی؟ برای آن که کار ثواب را باید هر روز کردن لازم. میدانی بابای دهقان حاصل این باغ را چیکار میکند؟ البته میدونم. بازار میبرد میفروشد بعد با پولش یک ماشین کلان میخرد. با سخنی به عقل زده ایستاده ای. بابای دهقان هیچگاه برای پول و فایده خود کار نمیکند. وای اولا در غم خلق است. او حاصل این باغ را به همه ساکنان به تو نیز تقسیم میکند. فهمیدی؟ با من هم؟ بله به تو هم، به همه ما. نباشد من خونه رفتم میروم کلانچم میارم در این باغ کتشمو کار میکنم. بعد که باغ میوه هاش پخت من از این باغ شیب شفتالو نوک میخورم. مایلش اورا ما باغ بنیاد میکنیم. اورا بابا جان، آی بابا جان. لابای بابا جان امروز در دهمان نوروزی عجم را پیشواز گرفته ایستادند. بیا با همراهی ما به نوروز رویم. مالش من فهمیدم که شما در مهنت فعال بوده اید. در صحنه نوروزی چه هنر دارید؟ سرود خوانده رقص کرده میتوانید؟ بله بابا جان. حاضر من شما را امتحان میگیرم. کنی با من یک سرود نوروزی بخوانید؟ ایالا گل آوردم دو دانه گل آوردم. ایالا گل آوردم دو دانه گل آوردم. ای گلی گل ها گلی نوروز. ای گلی گل ها گلی نوروز. ایالا گل آوردم دو دانه گل آوردم. از یالا گل آوردم دو دانه گل آوردم. ای گلی گل ها گلی نوروز. ای گلی گل ها گلی نوروز. ای گلی گل ها گلی نوروز. آفرین آفرین، از امتحان من گذاشتید. اکنون به سیل نوروزی می روید. هر روزتان نوروز باد. نوروزتان پیروز باد.
شکفته لاله نوروزی از خاک، چو شعله جلوه گرداند کمان را، چو شمس پرتو افکن از دل پاک، بسازی فخر دنیا این وطن را. سویته رقصی اجرا میکنند گروه دختران دوستی،